سلام دوستان، شکر نوار که امروز دادم ویدیو ماینکرافتی دیگه. امروز مانیم با دو تا مینی گیم میخوایم بسازیم که امیدوارم خوشتون بیاد. حتما لایک و سابسکرایب کنید. بریم برای ویدیو. خب دوستان، شما برای اولین مینی گیم نیاز به هاپر دارید و کارپت. به جای کارپت میتونید اسلام هم بذارید، ولی کارپت قشنگتره. میاید اینجا رو به فاصله اینقدر یکی در میون اینطوری میذارید، یعنی میکنید اینطوری. وقتی اینا رو کندید اینطوری، مثلا داخل یکی باشه مثلا سخت‌تر میشه، یکی یا دو تا، یعنی هر چقدر یه خودتون دلتون بخواد میتونید هاپر بذارید. وقتی هاپر گذاشتید اینطوری میاد اینا رو پر میکنید. همینطوری روی هاپر یه دون میذارید. برای اینا که اینا هم پر بشن میتونید دوتا بذارید داخلش. خب وقتی پر کردید اینطوری میاید اینجا، میرید توی اینونتوریتون. تا شما نمیرید داخل اینونتوریتون، کلا یه بلاک مثلا تقریبا گردی یا همون اسلایم بال باشه میشه، مثلا چی مثل توپ باشه میشه. حالا مثلا من اسلایم برمیدارم مثلا، البته یه قسمت دیگه هم مونده. میاید اینجا یه دونه از اینا که فکر کنم بدونید چی میخوام بسازم. از اینجا یه دونه از اینا برداریم. میایم اینجا یه دونه میذاریم اینجا، اینا اینطوری میکشیم مثلا، اینا میذاریم اینجا. بعد شما دوستاتون میاد مثلا به یه تیر میزنید، هر کی تونست مثلا این چراغ رو روشن کنه، مثلا اینطوری بزنم، کلا بعد اینطوری بزنید که کامل روشن شه، یعنی تا اونجا بیشتر روشن نشه، مثلا یعنی تا اینجا بیشتر روشن نشه. بعد مثلا اینو بعد روشن کنید، این نور رو اینطوری. وقتی مثلا اینطوری روشن کردید، اون نفر میتونه بیاد مثلا یه دونه از این بدون بلاکو یا هر چیزی که هست رو بندازه اینجا. بعد مثلا نفر به نفر، مثلا اگه دوستون انداخت اینجا و این هاپر نگرفتش، دوستون باخته و شما باید بیاید دوباره اینجا تیر بزنید. اگه هم تیر نتونستید بزنید، شما میرید دوستتون تیر میزنه. اگه تونستید تیر بزنید، مثلا میاد اینجا یه دفعه اینو میندازید، هر کی هم انداخت و هاپر رو پیدا کرد برده دیگه. به همین راحتی. این از مینی گیم اول. برم واسه مینی گیم دوم آماده کنم. این مینی گیم همونطور که داخل دست من میبینید اینجا یه مینی گیم مرگباره. بعد اگه داخل سایبر هستید باید وسایلاتون رو بردارید، میخواید با دوستاتون بازی کنید. الان شما میاد اینجا چند تا دکمه میذارید به این شکل. بعدش پشتشو اینطوری مثلا یکی از اینا، یکی یا دو تاشو اینطوری میذارید، میارید از اینجا زیر پای دوستتون به این شکل. بعد یه تست میکنیم ببینیم تا اینجا میاد. آره. ای نه باگو برم. خب میگفتم به این شکل میتونید بیارید بذاریدش زیر پاش هر چندی که دلتون میخواد. بعد که گذاشتید مثلا برای که دوستتون هم نتونه فرار کنه، چون مثلا صدا TNT میاد راحت میشه فرار کرد، میاد اینجا مثلا یه لایه ابسیدیانی، کرانگ ابسیدیانی، یه بلاکی که مثلا نشه به راحتیشو کندش میذارید. بعد مثلا وسایل هم نداشته باشید که دیگه نتونید بیاد بالا، میادی پا مثلا شانسی مثلا نوبتی که از اینا رو میذارید، هر کی شانسش باز مثلا یکی میانی میزنه. اون روشن شد. ایور رستون نذاشتم. خب رستون من گذاشتم، مثلا یکی میانی میزنه، این پایین فعال میشه و کاملا رو بپوشونید که کسی نبینه و دیگه همینطوری میترکید دیگه میرید. چند تا مینی گیم خوب بود، به نظرم خوب بود. البته ساختش هم آسون بود، همتون میتونستید بسازید. قطعا مثلا اگه مثلا میخواستید بسازید قطعا میتونستید فکر کنید بسازید. منم اومدم اینجا گفتم و دیگه همین. خب
دوستان این بود از این ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و ویدیو قبلی ما اومد من ببینید، ویدیو سورایوال هم ببینید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.